خاطرات و کابل سفر خواهند نمود. عبدالسلام جواد بود سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. در خبر دیگر، شرکت حبیب گلزار معترض نماینده رسمی شرکت موتورسازی ژاپنی تویوتا در افغانستان به BBC گفته که پاسخشان به درخواست خرید موتورهای حکومت طالبان منفی بوده است. وزارت داخلی حکومت طالبان مدت پیش اعلام کرده بود که قرار است به جای موتورهای آمریکایی نو رنجر موتورهای دیگر را جایگزین کنند. نگفته این وزارت هنوز انتخاب نشده که از کدام شرکت موتور تهیه شود، اما شرکت تویوتا یکی از گزینه‌ها بوده است. نماینده تویوتا در افغانستان اما گفته که تنها به نام‌های ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی و شماری از سفارتخانه‌ها موتور می‌فروشند. علی حسینی در این گزارش نگاه انداخته به نوعیت موتورها و نفربرهای طرف‌های جنگ نیم قرن اخیر در افغانستان. هر بار که کودتا و جنگ صاحبان قدرت را در افغانستان جابجا کرده، نشانه‌هایش تنها در ارگ نبوده. جاده‌ها به ویژه در کابل هم شاهد تغییر موتورها و نفربرهای نظامی بوده. وقتی حکومت حزب دموکراتیک خلق حدود نیم قرن پیش قدرت را در دست گرفت، موتورهای نظامی ساخت اتحاد جماهیر شوروی به صورت گسترده‌ای در افغانستان دیده شد، از جمله ولگا، کاماز، جیپ و گاز 66. شوروی حامی این حکومت بود و در زمینه کمک‌های نظامی و امنیتی نقش زیادی داشت. وقتی در 15 نیسان سال 1380 یعنی حدود 25 سال پیش پس از حملات 11 سپتامبر امریکا به افغانستان حمله و حکومت وقت طالبان را سرنگون کرد، قدرت بار دیگر دست به دست شد. امریکا از نظام جدید حمایت کرد و نظامیان آن هم مورد حمایت تجهیزات امریکایی قرار گرفتند. رنجر مهمترین موتور و نفربر نیروهای امنیتی به ویژه پلیس بود و گزارش‌ها می‌گوید که طی 2 دهه حضور جامعه جهانی در افغانستان ده‌ها هزار اراده رنجر به افغانستان منتقل شد. خرید و انتقال هر موتور رنجر به افغانستان حدود $30,000 هزینه داشت. یک شرکت آمریکایی به اسم AMS قرارداد نگهداری و مرمت موتورهای نظامی افغانستان را به ارزش $1,200,000,000 بر عهده داشت. ما با یکی از کارمندان سابق این شرکت در افغانستان که خواست نامش در گزارش ذکر نشود صحبت کردیم. این بازخوانی بخشی از صحبت‌های اوست. موتورهای رنجر خاص برای شرایط افغانستان تولید شده بودند. قطعات این موتورها در تایلند مونتاژ می‌شد و بعد از آنجا به افغانستان منتقل می‌شدند. از سالهای 2007 و 2008 خریداری شروع شد و تا سالهای 2012 و 2013 ادامه داشت. او همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا